سکونی اومد پیش امام صادق گفت ابن رسول الله، اینقدر سفارش به زیارت جدت حسین تو کربلا میکنی، امام حسین اون بدن پاره پارش هنوز تو همون قبره؟ امام صادق گفتش که از چیزای بزرگ سوال میکنی، گنده تر از دهن در. حضرت فرمود اینی که جد ما بدن پاره پارش هست یا نیست گنده تر از دهن توست، اما یه چیزی بهت بگم، جد ما از اون مقامی که در عرش داره، کنار مادرش حضرت زهرا، پدرش امیر المؤمنین، جدش رسول خدا و برادرش امام مجتبی، دو جا رو نگاه میکنه. یک الی موضع معسکری، نگاه به گودی قتلگاهش میکنه، به حرمش نگاه میکنه. یا ابا عبدالله، مگه تو این سرزمین چه بلایی سرت آوردن که تا قیامت نگاهت به اون نقطه دوخته شده؟ میخوای امام حسین نگات بکنه نظر کرده ابی عبدالله بشی، باید بری کربلا تو حرم امام حسین، اونجا رو امام حسین دائم نگاه بکن. آقا جای دومی که جدتون امام حسین نگاه میکنه کجاست؟ حضرت فرمود اونجا جا نیست، اونجا حاله. آقا یعنی چی؟ حضرت فرمود الا من یبکی، هر کی برای جدمون گریه بکنه امام حسین نگاهش